بریم بچه‌ها به یوتیوبر جدیدتون یه سلام نمیدیم. امروز قراره چیکار کنیم؟ به یوتیوب این که اولین ویدیو اولین ویدیومونه قراره سویچ‌های ایرانی خنده‌دار رو نگاه کنیم. سویچ‌های خنده‌دار ایرانی رو نگاه کنیم. تو بخاطر اولین ویدیومونه. امیدوارم که خوش بگذره و از منم راضی باشید که اولین ویدیو شده است. استعدادی ندارم. به کانال دوممونم یه سر بزنید، اونم فالو کنید. اونم محتوای ترکی هست، اینجا ایرانیه. اگه میفهمید ترکی میتونید برید این کانال هست، این زیر میذارم. Let's go به شروع ویدیو. خب شروع. این یه چیز دیگه بچه، من الان دارم اینو میذارم واسه چی؟ واسه اینکه صدام داره از این میاد. این چیزی که نمیخواد گوش بده چرا اینو میذاره؟ واسه هم که میکروفون از این. شروع میکنیم به امید خدا. دیت امشب هم اینجوری کنسل شد، ببخشید، اما میارم. خب من خودم بیا، ماشین ندارم متاسفانه. قیافت تا دوچرخه رو قیافت تا دوچرخه رو ساپورت میکنیم. بعد از پسر مردم انتظار ماشین داری؟ هیچ نفهمیده بودی بدش. این ابوالفضل بود فکر کنم. من شنیدم قبلا ابوالفضل عاشق دختر شجریان بوده، بهش ندادن، اینم قسم خورده مادر موسیقی رو بگه. کیری بود. سلیطه اعظم. سلام کمال شد. دختر من شما رو دیشب با یک پسر من ریدم بین حرف زدنم آخه کمال شد. دختر من شما رو دیشب با یک پسر دیدم. دختر من نیست. دخترم من شما رو دیشب با یک پسر دیدم. این کارا مناسب اخلاقیاتی نیست. من تصمیم گرفتم به مریم خانم اطلاع بدم. شما دیدی عزیزم؟ بله. چی دیدی؟ شما رو با یک پسر نزدیک هفتیر شما گو خوردی. هفتیر دیدی چی؟ خب من که آشکو من دوست ندارم با آدم بی‌تربیت و فضول که توی هر کاری من دخالت میکنه ارتباط داشته باشم. میخوام رابطم رو باهات قطع کنم. لیاقت من نداری. امیدوارم رفتم آلمان یه پسر کوچیک و پیدا کنی. کوچیک و مؤدب و غیر فضول پیدا میکنن تا برای اون خواهری کنن. خواهرش وایس الان میخواد رابطه رو قطع کنه. چطوری خواهری میخواد کنه؟ میخوای من برم یکی دیگه بیاد. امیدوارم تو آینده خوشبخت باشی. راست میگه آبجی. خوشگل و چی نوشتم. راست میگه آبجی. خوشگل و گل مثل تو برای داداش اسکل و عقب مونده مثل من خوب نیست. لطفا دیگه پیام نده. اینو خودتون بخونید دیگه، من هیچ نفهمیدم. لطفا دیگه پیام نده. من نمیخوام رابطه خواهر برادریم رو باهات ادامه بدم. امیدوارم همیشه بعد از اینکه من میرم خوشحال باشی. فقط به بچه خود بگو که دایی نداره. این what the fuck؟ الان این رابطه داشتم. ببین اینجا نوشته آشکو، یعنی عشقم نوشته. بعدا اینجا گفتی رابطه خواهر برادری. تو چه فازی هم در نفسه؟ خیلی مهمه. ملاک خروسه برای پیدا کردن گفتی. خب اسمش که سانسوره چته؟ یه چیزی بهت بگم نمیخندی. چی شده بگو نمیخندی. عجز نگفتی میخندی. زهر ما. خب چی شده الان؟ ای بیادبا. وسط سکس به دختر گفتم میخوام بپاشم تو صورت. گفت باشی. هیچ ماشه بس جلوم زانو زد. یه قطع راه اومد جلوی پاش. خواستم آب روزی نشه تو گرفت.
در سری. اگه نمیتونی همچین کاری نگو آخه. دیت امشب همینجوری آبینه که اول خوندیم از واسه شروع کرده خسروی من بود. زشت خیلی شخصیت متعهدی داره. این چی زشتی بوده؟ سلنا گومز پیش دوستاش وقت داره قانعشون میکنه که دوست پسرش اونقدر بد نیست. من و منشی همکنون. صبح بخیر آقای دکتر. 11 رو مطرح باشید. سلام چه ربی؟ رب گوجه 15 دقیقه. دکترم شاید کسوال بوده. حتی حالم باد باشه دلیل نمیشه لحظه هم رو صف نکنم. واقعا؟ الان حالت بده چرا داری لحظه رو صف میکنی؟ نفهمیدم. این چون تا داره خیلی بیشتر میشه. آفرین دختر همینطوری ادامه بده. کسی که تصمیم گرفت مهاجرت کنه ولی یادش اومد پول نداره. آره منم میخوام مهاجرت کنم به ترکیه. پول ندارم لامصب. سال بعد ولی میرم. دامن صورتی. نمیری بخوابی خوشگل من. غذا تمام بشه همینجا بیهوش میشم. نوش جونت فسقلی. میخوابم دیگه. شب خیر. شب خیر. شب بخیر ناسترین اتفاق زندگی من. چه؟ موسیقی چیه؟ این کیه؟ پوری. سامان جون گیرنی. ای بیادب. که نگاه کن سرکارم نمیشه. یه دقیقه میخوام نگاهش کنی دیگه. خب دیدی؟ بگو چیکار داری؟ ای بگو چیکار داری؟ زندگی همینقدر کوتاست. ای در زمین. خوبه. یه چیزی دیگه بگم من این تیویتا رو اصلا نگاه نکردم. فصل اول در میانه زیستن و رویا پردازی. اوزیوری آزوری آزوریه بخش. احساس سرگردانی میان زندگی که میخواید و زندگی که دارید. من باید همش پایین اینو خورم. به یادمو درگیر آرزو. بارگان آرزو. سه. اختلاف فقط که مد نظر دختر است. این دختر اینطوری میکنه جرس میده. فقط خودت حداقل تا اینجا پیدا کنی. این دیگه چیه؟ پسره؟ دختره. این که حاله. حاله نه آره. چرا اینطوریه واقعا؟ الان واسه منم یواش باش. یه سال داره میرم باش که یواش یواش چیز در اومده. دختر خوب نیست در واقع یکم. وقتی پست ماهکرد عاشقانه‌ای که اون پسر رو می‌بینی که تا هفته پیش توی پی وی بهت پیشنهاد میداد. پیشی داره شراب میخوره. آبروم یه لحظه آبروم رفت. با دوستم رفته بودیم خرید برای شام اومدیم سوار آسانسور بشیم که بیرون رستوران یه آقای خوش شرکت بعد از ما وارد شد. ما هم در حال هر و کرکر قیافه طرف هم بور و خارجی طور. دوستم برگشت گفت جون چه خوبه. منم گفتم آره اوف. و همینجور که داشتیم از بالا به پایین برنامه‌ریزی می‌کردیم گفتم ولی داداش مینی باشگاه یکم هم پا بزن شبیه هم برده شد. و داداشمون برگشت بهم گفت چشم. ایرانی بوده. اشکال نداره پیش میاد.
شما یادتون نمیاد ما یه زمانی پتوهامون رو چی اسم میکردیم؟ نه هست، تو خونه مادر بزرگم هست. سر دختر رو مار نیش میزنه، علت مرگشو خفگی اعلام میکنه. دوستاش گردنشو با طناب بسته بودن زهر از اونجا پایین‌تر نره. دوستای کسخلی داره این دختر. فقط خواستم بگن من حاضرم که موضوع بکنم، فقط بدونم با چه طعمی ساخته شدی. پروفایلش ببین، اگه یه جای دیدی همینه. بابا پیشی وقتی به دوست دخترم میگم اینجا قشنگه واسه عکس بگیرم. دختر با ماشین زمان، مادر بزرگ من نوید هستم. وای باورم نمیشه، پسرا با ماشین زمان اسلحه جدید آوردن برادر. درود بر تو، درود. هیچکس پا وقتی میری کلاس دوست دختر مامانش بهش میگی این بود تا 5 صبح پا حرف میزدی ولی تو ساعت 12 میخوابیدی. پسره رو وقت بیچاره. هفته اول بقیه این درست، جدا میگم این درست. چیزی نشستم صورتم اصلا خوب نمیاد دوربین. من دختر قوی مبارزه شماره در حالی که محافظت از پسر لاغر مردنی تهرانی. خانشی جواب بدی، نحوه صحیح ذخیره کردن ایکس یاد بگیری. لیون توییتر ایشون گفته که از این به بعد هر چی کار کردی رو بزن برام تو خرج میکن، دست من باشی برات جمع میکنم. تو 2 روز 8 تومن زدم براش، رفت بدهکارامو داد. نه خیر میزنم بذار بدهیات تموم بشه، قسط وام با پول خودت میدم. بانک واجبتر سود میگیره هر روز، از پول خودت نده مگه ندی به من 2 تومن زدم برا خالت، 3.5 میزنم برا بانک، 2.5 میمونه، 2.5 من میزنم روش پول سهمیه. سوهیلم میزنم 2.5 من میذارم روش پول سوهیل میزنم تموم شد. مال امپراتور آفرین قشنگم. تو هم فردا اون دوتا رو تصویر کن تموم میشه ایشالله. من سه حساب در حال چک کردم با بسرکی بهش حسی ندارم. اینطوری نکن واقعا خوب نیست. من رسیدم به یه پول توپل دست اینو ولش اصلا نخونیم بهتره. وقتی ساعت 8 صبح تازه میخوام بخوابم بابا میگه آفرین سرخیز شدی. بیداموس رو ببین. واگونش گربه هم وقتی دوست دخترم میگه من پیشیه کیم و من میگم میو میو. نه این خوب. بابا اگه میشه تو راه خونه از تا مهر کتاب مبتکران شیمی 11 تجربی رو برام بگیر. سالم باشه ترجیحاً مرسی. به امید خدا چشم مرسی. و 11 هستی آره چه جالب. آره این مشکل بیشتر باباها دارن، نمیدونن که پسرشون یا دخترشون چندان میکنه. واسه منم نمیدونم. تو کی بزرگ شدی پسرم؟ اون آقا پسری که دوستان میخواد زنده خاکش کنه. وای ولی این درس خوابیدن خوبه. اینو فعلا رد بشیم. بعد از ممه کوچیک موی کوتاه نشانه سلطنتی بودنه. حالا فکر میکنید هر دوش با هم چی میشه؟ سلطان هر وقت نوبت گذشت بگو با هم بیاییم یه خودی نشون بدیم. محمد رضا اینو بگینیم
یه نشست محمد رضا برام بگیم. این بزرگ رضا داشت. موقعیت بعد از 13 بدن. دست مگه بعد از 13؟ کنکور است. آره. عقیل جانم زد. اگه بهت گفتم گربه من کی میشه بگی میو؟ بارا بابا هفشت در میاد نمیگم میکن. عقیل. خوبه. که اینقدر واقع شدی آقا شهاب حسین؟ واقع کردن شهاب حسینی توسط طرفدار دختر مسئولین خاور. مسئولین خواهر نمیدونم مسئولین چی کار میکنن آخه طرفدار دیگه یهو جوگیر میشه حالا بیاین بازیگر ممنوع کار کنیم. من فهمیدم مردممون خوابند فقط البته یعنی نمیخوابه متاسفانه. چی شده من عادت ماهانه شدم محمدرضا. کجایی که با دستای گرم و مردونه شکم رو ماساژ بدی. میدونی چقدر نیازمند محبت هستن تو این تایم از ما؟ نه نمیدونی؟ اگه میدونستی از تایمای بجز دوره قاعدگی هم استفاده میکردم تا من از تو این تایم اینقدر درد نکشیدم. حتی شاید با اون صدای قشنگت دم گوشم وقتی گریه میکردم به خاطر اوه عادت ماهانه شدم محمدرضا. کجایی که با دستای گرم مردونه شکم رو ماساژ بدی. میدونی چقدر نیازمند محبتت هستم تو این تایم از ما؟ نه نمیدونی. اگه میدونستی از تایمایی بجز دوره عاقلگی هم استفاده میکردم تا من از تو تایم اینقدر درد نمیکشیدم. حتی شاید با اون صدای قشنگ دم گوشم وقتی گریه میکردم به خاطر دلدارت بهم میگفتی ماه بعد از امیررضا کوچولوی من رو میکردی تو شکمت تا دیگه از این درد تحمل کنی. آخ محمدرضا کجایی که الان اینقدر خون داره ازم میره نه به خاطر فریاد خون جیگر به خاطر نبودنت. طرفداری گلزار عالیم. گلزار کجایی تو؟ یه لحظه ببینم تمام شد. بچه ها این به پایان این ویدیو هم رسید. امیدوارم 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 ویدیو خوبی شده باشه لذت برده باشه از این ویدیو. اگه لذت بردین این ویدیو رو لایک کنین کامنت بزنین که چه جور ویدیوهای دیگه میخوایم صاف یا دوستان که بهم انرژی. فعلا خداحافظ.